مسی حتی تصورش رو هم نمی‌کرد نوزادی که 20 سال پیش تو مراسم خیریه شسته تبدیل به یکی از بزرگترین استعدادهای فوتبال جهان بشه و در فینال جام جهانی مقابلش بازی کنه. این تصاویری که این روزا وایرال شده کاملا واقعی هستند و ماجرا برمیگرده به سال 2007 زمانی که یامال حدود 5-6 ماهه بود و لیونل مسی 20 ساله ستاره جوان بارسلونا محسوب میشد. یونیسف و بنیاد بارسلونا برای یک تقویم خیریه برنامه‌ای برگزار کردند که بازیکنان بارسلونا با نوزادان و خانواده‌هاشون عکس بگیرن. خانواده یامال از طریق قرعه کشی برای این پروژه انتخاب شدند و به صورت اتفاقی نوبت عکس اونها با مسی افتاد. این تصاویر سالها تقریبا فراموش شده بودند تا اینکه در سال 2024 همزمان با درخشش لامین یامال پدر اون عکس‌ها رو دوباره در اینستاگرام منتشر کرد و نوشت آغاز دو افسانه. این تصاویر به سرعت در شبکه‌های اجتماعی وایرال شد و میلیون‌ها نفر اون رو دیدن و اون رو نمادی از انتقال نسل در فوتبال میدونن. حالا این داستان وارد فصل تازه‌ای شده. پس از سالها قرار مسی و یامال در فینال جام جهانی 2026 برای نخستین بار مقابل هم قرار بگیرند. دیداری که اسطوره فوتبال آرژانتین و پدیده جوان اسپانیا رو برای فتح بزرگترین جام فوتبال جهان روبروی هم قرار میده. همین تقابل تاریخی باعث شده این عکس‌های قدیمی دوباره بیش از هر زمان دیگه‌ای دست به دست و وایرال بشه. تصاویری که انگار سالها قبل آغاز داستانی رو ثبت کرده بودن که حالا به اوج خودشون رسیدن. حالا شما فکر می‌کنید این داستان چجوری تموم میشه؟ با درخشش یامال و قهرمانی اسپانیا